ادامه بخش چهره‌های ماندگار. میر سید علی همدانی. میر سید علی همدانی تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات. با قول علی همدانی انسان یگانه مخلوق است که از فضیلت نطق، عقل و علم برخوردار می باشد. درست تشکل دادن این فضیلت ها به پنداشت او شخص را به مرتبه خردمندی و بزرگی رسانیده نیرو و قابلیت روحی و روانی انسان را تشکل می دهد. معرفت برای همدانی واسطه به دست آوردن علم و دانش، ملکه و مهارت، ذوق و استعداد و شجاعت و قناعت، اینچنین پایه صبر و احسان و زهد و توبه در راه طریقت می باشد. او به سیر وادی معرفت به مقام طریقت رسیدن را ناممکن دانسته غایت کمالات انسان را در این منزل می بیند و از این راه عقیده های تصوفی خود را توضیح داده غایه فلسفی وحدت وجود را مکمل می گرداند. امیر همدانی اندیشه های عرفانی خود را با تاکید و اشاره های بزرگان این راه طریقت در رساله منهاج العارفین جمع آورده است. در این رساله اندرزهای حکیمانه در باب مغرور نشدن، کس را عیب نکردن، غیبت را دوست نداشتن، طمع را از دل دور کردن، راستی ورزیدن، آزار کس نخواستن، قناعت و فروتنی پیشه کردن، به همه نرمی نمودن و مانند اینها را در شکل پندنامه تألیف نموده خصلت‌های نیک و حمیده را که در میان خلق و ادب و فرهنگ دیرینه ما ارج زیاد دارند ترغیب می‌نماید. در برابر این امیر کبیر آید به ماهیت فتوت و جوانمردی و نقش این خصلت‌های نیک در تشکل شخصیت انسان اظهار نظر کرده در رساله فتوت به مقام و منزلت این آیین بهترین انسانی بهای بلند می‌دهد و اهل جامعه را به جوانمردی، دوستی و برادری و سخاوت و همت بلندی دعوت می‌سازد. متفکر 3 مرتبه فتوت را شرح داده برادری آدمان را مرتبه اساسی دانسته است و کرم و سخاوت، عفت و امانت و شفقت و مهربانی را از جمله بهترین خصلت‌های جوانمردی معنی داد کرده است. با عقیده وی پیروان اهل فتوت باید با پیران با حرمت، با جوانان با نصیحت، با طفلان با شفقت، با ضعیفان با همت، با درویشان با بذل و سخاوت، با خلق با احسان و مروت، با نفس به جنگ، با خلق به صلح، در مقابل عدو حلیم، بر علم نجات حریص و به اندک دنیا قانع باشند. این اندرزهای حکیمانه میر سید علی همدانی تا امروز اهمیت خود را گم نکردند و به مردم همچون سبق زندگی خدمت میکنند. متفکر بزرگ اینچنین جریان رندی را همچون یک شاخه طریقت صوفیه شرح داده علمای ظاهرپرست، فقیهان جاهل و متعصبان گمراه را نکوهش میکرد و رسیدن به حقیقت را بهترین راه در شناخت ذات حق میدانست. در تاریخ تمدن بشری امیر همدانی به مثل سعدی شیرازی و عبدالرحمن جامی همچون معلم اخلاق محبوب و معروف می باشد. در اکثریت آفریده های او مسئله های معنوی و اجتماعی جای مهم داشته بهترین خصلت های آدمی و رسیدن به مقام و مرتبه انسان کامل شرح و توضیح یافتند. باعث تأکید است که دانشمند علم را اساس پیشرفت ذهنیت انسان دانسته آن را پایه تشکل صفت‌های دیگر خلق انسانی می‌داند. امیر همدانی دایر به قدر و منزلت والدین نیز پند و تاکیدهای زیادی حکیمانه دارد که در میان خلق تاجیک ماهیت خود را تا به حال گم نکردند. زیرا مردم ما به قدر پدر و مادر رسیدن را بهترین شرف انسانی می‌دانند. جایگاه آنها را مقدس و مقامشان را عزیز می‌دارند و به والدین خدمت کردن را قرض فرزندی و آیین جوانمردی می‌شمارند.